سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. خب در این ویدیو ما یک بازی که ساختیم دوستان برای شما خواستیم نشان دیم. شاید که یگان نفری از شما نیز برنامه ساز یا اینکه بازی ساز هست یا اینکه شدن میخواهد یک چیز میشود روحیه یا اینکه موتیواسیا میشود. خب دوستان این بازی که ما ساختیم یک بازی بگیم دو نفره می باشد، یک نفر از اون طرف و یک نفر دیگر از دیگر طرف، یعنی بالا و پایان دارد و نسال تنیس بگیم همه خیلی بازی است یا اینکه پینگ پونگ با زبان روسی انگلیسی که در 24 ساعت وقت بود ما ساختیمش، یعنی من خودم تنها ساختم که با استفاده بردن از P5JS، یعنی یک بیبلیوتک زبانی جاوا اسکریپت نمیشه که اون رو در پس برای شما میفهمم. شاید که شخصانی که مثلا بازی ساز یعنی یگان چیز من برای شما یک چیز دیگر هم توصیه میدم، شما نیز می‌آموزید. خب بیاید ببینید چه خیلی این بازی میشه. خب استارت یعنی سرچ کردن رو میگیم و زبان تاجیکی استارت یعنی آغاز کردن میشه و در اینجا چیزی که شما میبینید پلیر دوم شه ایش پلیر یکم یعنی بازیگر اول بازیگر دوم که بیاید یکم رو میگیم بازی را سر میکنیم. خب دوستان نمیدونم در شما آوازش میآید وقتی که در رکت که ما بگیم میزنه یا اینکه همون پدلی مادا میزنه آواز میبرد. خب این رو همش خودم کردم، یعنی دیزاینش هم همه چیزش. خب نمیدونم با خاطر برای من معقول شد پسند اومد در خودم و خواستم نیز برای شما نیز این را نشان دهم. خب برنامه سازی خیلی یک بگیم اختصاصی خوب است یا اختصاصی است که یگان چیز محقق میشود، یعنی فرامد میشود همون رو چی میسازی. خب دیدی من یک گل زدم که در آنجا پلیر یک ما یک شید، یعنی یک تا گل زد. خب دوستان چیزی را گفتن میخوام وقتی که ما اگر گل زدیم در این بازی یعنی بازی از سر میشه، یعنی از آدمی بایدگی پدش میکنه بگیم همه خیلی بازی است که این را ساختیم ما با P5JS که من عین حال P5JS رو برای شما نیز نشان میدهم. خب چقدر دوستان با شما بازی پسند اومد؟ خب یک فکر نظر خودتون رو نویسید و حتما چی میکنیم با ما یک وقت ما با هم دیگر بسازیم بازی. حالی مقصد است که مثلا یک آدم بسیار شاید برنامه ساز چی یکم شاید چی بسازیم، یعنی مسابقه بگذاریم برای مثال آدم میدونن رجیستراسیون میکنن و یکم جایزه میگذاریم پریز که آدمی که مثلا غالب برآمد چیز یگان پریز میگیرد. خب دوستان این بود بازی ما. خب بیاید با چیز زبان ساختیم. خب در اینجا من اگر خواهید کداش هم نشون بدم. خب وقتی که شما بازی میسازید دوستان کم خب مشکلی هم دارد، یعنی بگیم خیلی فکر میکنید سرش ده. مثلا در اینجا ببینید شما باید وقتی توپ درونی همین چیز ما ده رسید باید شما بفهمید که اوجه چی باید ماوس بالا بزنیم شد. خب بیاره همش هم میکنی. خب P5JS اساسش برای بازی سازی نیست، یعنی من که در P5JS ساختم کمی مشکلی داشته، اما مثلا بعضی چیزا هست دوستان برنامه ها پروگرام های هستن که و یا خودشون برای ایمینای برای همین بازی سازی ساخته شدن و یا قطعی مثال آسان‌تر بعضی کدها را کمتر می نویسی که در من ببینید دوستان من چقدر کد نویسم. خب این کدای من می باشد که در اینجا من یک ابجکتی گیم دارم که اساسی رشه بازی ما است و در اینجا یک توپ کشیدگی هم که مثلا پوزیشناش هست یا پهناییش و بالاییش ولستین یعنی سکورتی رفتنش اول نوله بعد وقتی استارت میجقیم در اینجا میآید چی میکند سکورش 35 میکند. خب این خیلی P5JS یک بگیم چیزی خوب است، بسیار مد معقوله خدم ده که میشه از زمان یگان بازی سازی را اساسا سر بکنه که در اینجا این همش کدای من ایف در بازی بسیار دوستان فقط ایف مینویسه بسیار با ایف میشه که وقتی ای خشید خیلی بکنه وقتی ای خشید او خیلی که خب همین خیلی هست. من میتونم سایتش میدارم P5JS P5JS مینویسم P5JS.org میدارتون یعنی که اگر من این خیلی درونی گوگل برم P5JS همش نمیدونم دوستان در اینجا. خب دیگر همش در بارش نگفته یک کمتر و در ادیتورش میداره آنلاین ادیتور داره
که در اینجا میتونید شما آنلاین کار بکنید. برای مثال چی بکنم دیگه؟ خب یکم ایده هم ندارم. مثال خواهیم بیا بک‌گراند شرایط میکنیم. مثال سرخش کنیم بک‌گراندش. مثال بک‌گراندش سرخ میشه. در اینجا میسازی کد مینویسی چه یکم چیز میسازی که من هر حال یکم چیز نمیکنم لیو میکنیم. خب در اینجا بعدا دانلودش میکنیم. بخوای یکم در چیزی کد ادیتور اختیار داره. اگر بخواید بکنید من یکم چیزاش اسکچ میکنیم فایلش استفاده میکنیم که پاتولی چیزش میکنیم. در اینجا اگر گست تر میکنیم عجایب چی هست، یعنی خوب است پیشنهاد میشوتون که برای مثال در اینجا این شما کدش کپی میکنید در فایل HTML تا میگذارید دیگه کدش در فایل JS تا مینویسید درست کار کردن میگیرد. خب من این حال یک کانتر پس یک چند برنامه‌های خوبه برای بازی ساختن برای شما نیز استفاده نشان میدهم که مثال صف بدی برای ندیدن چقدر کارا میشه کرده چقدر میروه. مثلا ببینید زورایده یعنی چیزای خوبه بسیار نماده مخلوقه کارا عجایب میکنده با یا مثال کستی من در P5JS همش نمیدونم خوشم نمیدونم. وقتی بازی من درست میشم خیلی ساختم ده یعنی اساس خیلی P5JS من کار نمیکنم پروسه بازی فارید یک هم خیلی پلان اومد ساخته گیم آفلاین. خب دیگه این خیلی کارو داره اینجا کدش میبوشد. خب باشی داره اینجا هر جا شبینی یک تایی چی هسته یعنی را بیان دوستان چه زوره خیلی مثلا میسازیم. خب این بازی را من خیلی ساختم خیلی ایره گفتم پروسه خیلی نماقشش خواستم که شما دارم نیز نشان بدیم و با برنامه سازی نه تنها بازی بلکه بسیار چیزا میشه ساخته. حالی پلان در بسیار چیزا ساختن وقتی کمتر بکارتر شدیم به خاطری که این حال دوستان وقت نیست راستش که مثلا درس بدیم مثال دیگر درسمون نیز قفو موندگیم در بسیار دوستان من نوشتن که درس را مثلا برارد زود خب دیگر ما نیز کمی کارهای خود را داریم درس‌های خود داریم از این سبب بعضا وقت سری وقت نمیتونیم برای شما ویدیو کنیم و عذر میپرسیم. خب بیاید یک چند برنامه رو من برای شما بگویم برای بازی ساختن. خب programs for making من بعضا باید انگلیسی هستم بعد از این تو چی میتونم making games. خب games خب برای بازی ساختن یک دو سه تا چهار تا بگیم برنامه بهترین هست که من برای شما میتونم گویم. این یک تاش یونیتی میباشد که اکثر جا بسیار استفادهش میکنن. یونیتی خودش برای بازی ساختن است. خب اوکی سرچ میداره همینجا اسکچش میکنن بعد در باش میخونن که مثلا چی خیلی ساختن میکنن چی خیلی میدونن. من برای که یونیتی استفاده نکنم نه که میدونم که یک چیزی خیلی مثلا پاپولاری همین یونیتی که جایی که در باید بازی ساختن گرم میزنی اولا همون چی میکنه تا یونیت میگه که developing possibility bullet movement deployment to reach the largest possible amounts because 25 leading platform and technologies بسیار چیزا استفاده میکنن یونیت هم مثل اندروید iOS ویندوز در همه جا قریب استفاده میکنن از این. خب چی شده اگزمپل داره بینیم learning case study solution support community products solution case study خیلی اینجا بازی هاشون دوستان یعنی زور کرگنده بشوخی. خب دیدیم بازی هایی که ساخته گند زوری بد کرگن بازی های خیلی مشهورن با زورن همه طرفه در همین یونیت ساخته گند اینش بازی های با. خب دوستان یه تایید گفتن که یونیت های خب یونیت چی زبان استفاده میکنه با فکر اگر خطا نکنم
C sharp which language does use the unity. خب بله دوستان یونیت زبانی برنامه‌نویسی سی شارپ استفاده میکند. شما میتونید سی شارپ اگر بدونید با خیلی آسانتون میشه. ندونیم درباره یونیت و سی شارپ خیلی ویدیو هست برای ساختنش که شما میتونید یابید. خب اوکی این را دیدیم دوستان. خب دیگر چی گیم سالاد این هم هست یک تا دیگر برای برنامه سازی بازی سازی دوستان. گیم سالاد همین خیال. خب نه دوستان اینجا هم بازی میکنن، بازی های ساختگیشون join thousand of creator make you games. خب بازی میسونن این هم میتونید شما استفاده کنید. بعد یا تا یک گیم استودیو بود اگر چین گیم استودیو گیم استودیو بله گیم استودیو خیلی مثلا مشهوره بسیار استفادهش میکنن. اگر بگیم which language do you use game studio which language okay show me around this most game. خب دوستان گیم استودیو چی استفاده میکند؟ سی شارپ استفاده میکند، سی پلاس پلاس اساس استفاده میکند. شما میتونید از آن استفاده بکنید و بعضی چیزایی که جاوا اسکریپت خودش داره بیبلیوتک های دارد، یعنی بیبلیوتک چیزی که برای مثلا کد هایی که پیش و یا نوشتگی شما در کد خودتون پاتریش میکنید از همون استفاده میکنید، یعنی چی دبر میکنید و چی کارتون پیش میکند. برای مثال در اینجا چی برنامهش داره؟ gdevelop داره که هم به زبان جاوا اسکریپت است، میتونید در اون سرچ دارید. خب این برای بازی های چی است؟ خب نمیدون 3D یا اینکه 2D. خب اگزمپل داشته باشین future games education block. خب دوستان هم خریدم مثلا یک هم ترک سیج میکنه در اینترنت میکنه. خب ملو این هسته با خیلی نه تا در اینجا چه گفته یکی زورایی که میتونید شما با جاوا اسکریپت بسازید. ایمپکت JS هم هسته. خب ببیلون JS خب ایش پیکسل JS شما میدونستم که کمتر این هم هسته برای بازی ساختن میکنن فلاش میکنن. خشروی وای هم میدون در اینجا اگزمپل هاش هم میبینیم. اگزمپل داره که میتونی که میبینی چی کاره چی رفته سر. این هم خیلی اون کاره پریکول میکنن. تکست هاش ببریم برای بازی سازی ایده چیسته. خب ترانسپورت drag and drop. اینجا رابطه. خب دوستان دیگهش این اصلا میشکنی برای میجیم یعنی بازی میسازید 3D قطعی پیکسل اگه کدوش ببینیم من نخونده این نیستم وستش ایش زوره نیکی مشکلی نداره. اگر آدمی که بخوای بخونی در بازی ساختن دوستان کمی برای شما ماتماتیکا لازم میشود. فیزیکا برای که بفهمی وقتی توپ زد باید همون قدر بخودش وقتی که مثلا چیره اگر توپش ما در زمین دوستان پرتوه نه وقتی میزنه زمین همون قدر یه اودار و یا نسینی بیرون روش میکنه تو میزن در زمین باز بالا میخزد کو یعنی و یا همون چیزای فیزیکش هم میبینی حساب میکنی. خب خیلی کاراشه و یاش هم مثلا مشکل نداره میخونش. اگر آدمی که بخوای واقعا هم بازی سازی کنی هیچ نیست یعنی من فکر میکنم میخونی یادش میگیری. از کمی زحمت داره اما یادش میگیری. خب اینجا یا
یعنی چیزایی مثل سلام سمایلات، یعنی اگر بازی ساختنی باشید میرود که خب هر خیلی کارا میکنی. خب انم UI که میشوم و من اساس خودم چیم دوستان، یعنی من بیشتر وب میخوام، وب برنامه سازی میکنم که برای من خودم PHP کارم، PHP میخونم، PHP میسازم، PHP Hypertext Processors که PHP کدی بگم اوضاع داره، یعنی چیزش سایت خوب داره، میتونه در اینجا بیاموزید. در اینجا سرچ میکنه، زبانی روسی هم داره، زبانی انگلیسی هم داره. خب HTML هم میتونیم بیاموزیم و جاوا اسکریپت هم برای شما اگر جاوا اسکریپت آموختنی باشه، جاوا اسکریپت. خب حال جاوا اسکریپت learn JavaScript رو بنویسی و فکر بعدی باش. خب javascript.ru نه ای نیسته، تکاز به javascript. من زبان تاجیک روسی نمیدونم چی خنویسی، من انگلیسی بیشتر وقت چی میکنم учиться так, بله learnjavascript.ru که یک سایت بهترینه. اگر شخصانی که خواهید مرا بگین، من لینکش برای شما رایتان میکنم، در زیر کامنتر بنویسین. بسیار همه چیز جاواسکریپت ایشانتون دیگه جمعیت دوم قطعی کار کنیشه به حد سایت خوبه مده معقول بود، با روی همی خونده بودم. خب با ویدیوهایی که با دارین مثلا با یوتیوب در بیه تماشا میکنین که بعد من دوستان در زیر کامنتر کدنویس یک دوست ما هست، برادر ما که وای هم نیست خیلی هم خوب درس میدهد، وای وجود درس HTML JavaScript هم خیلی میخواهید. اگر خواهید در مورد در کانال وای نیز ابونه شوید، برای که اگر برنامه اساس شیدن خواهید. خب دوستان این بود یک کم خواستم که باهاتون صحبت کنم درباره بازی سازی و این کارها. امیدوارم که برای شما پسند آمده باشد. خب تا درس‌های دیگر، تا ویدیوهای دیگر موفق سربلند باشید.